خدا خر را آفرید و گفت تو بار خواهی برد. از زمانی که آفتاب بدمد تا شب و 50 سال عمر خواهی کرد. خر گفت میخواهم خر باشم، اما فقط 20 سال عمر کنم. خدا پذیرفت. خدا سگ را آفرید و گفت تو نگهبان خانه انسان خواهی شد و هرچه دادن خواهی خورد، اما 30 سال عمر میکنی. سگ گفت میخواهم سگ باشم، اما 15 سال برایم کافی است. خدا پذیرفت. خدا میمون را آفرید و گفت تو مدام از شاخی به شاخی میپری و 20 سال عمر میکنی. میمون گفت میخواهم میمون باشم، اما 10 سال عمر کافی است. و خدا انسان را آفرید و گفت تو اشرف مخلوقاتی، سربار تمام زمین و 20 سال عمر میکنی. انسان گفت میخواهم انسان باشم، اما آن 30 سالی که خر نخواست، 15 سالی که سگ نخواست و 10 سالی که میمون نخواست به من بده. و این چنین شد که ما فقط 20 سال مثل آدم زندگی میکنیم، بعد ازدواج میکنیم و 30 سال مثل خر کار میکنیم و 15 سال مثل سگ نگهبان خونه و بچه هامون میشیم و آخرش هم مثل میمون از خونه دختر به خونه پسر و از خونه پسر به خونه دختر میدویم و واسه نوه هامون شکلک در میآوریم.